بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشنده مهربان. والذاریات ذروا، سوگند به بادهای خاکفشان. فالحاملات وقرا، و سوگند به ابرهای سنگینبار. فالجاریات یسرا، و سوگند به کشتیهای سبکسیر. فالمقسمات امرا، و سوگند به فرشتگان که امور الهی را میان مردم تقسیم می کنند. انما توعدون لصادق، که آنچه به شما در مورد پاداش و عذاب وعده داده شده حقیقت دارد. و ان الدین لواقع، و روز جزا قطعاً به وقوع می پیوندد. والسماء ذات الحبك، سوگند به آسمان که با ستارگان آراسته شده و گویی دارای راه هاست. انکم لفی قول مختلف، که شما در مورد پیامبر و قرآن اختلاف نظر دارید. یؤفک عنه من افک، هر که از راه حق بازگردانده شود از ایمان به پیامبر و قرآن نیز بازگردانده خواهد شد. قتل الخراصون، مرگ و لعنت بر دروغگویان. الذين هم في غمرة ساهون، همان کسانی که در ورطه جهل غافلند. يسألون أيان يوم الدين، آنان پیوسته و از روی انکار میپرسند روز جزا چه زمانی است؟ يوم هم على النار يفتنون، همان روزی است که به آتش مجازات میشوند. ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون، و به آنان گفته می شود عذاب خود را بچشید. این همان آتشی است که به شتاب می خواستید. ان المتقین فی جنات وعیون، در روز قیامت مسلماً پرهیزکاران در باغهایی از بهشت و کنار چشمسارها به سر میبرند. آخذین ما آتاهم ربهم انهم كانوا قبل ذلك محسنین، آنچه پروردگارشان به آنان عطا کرده است دریافت می‌دارند، زیرا در زندگی گذشته نیکوکار بودند. كانوا قلیلا من اللیل ما یهجعون، آنان اندکی از شب را میخفتند و بقیه را به نماز و نیایش مشغول بودند. و بالاسحار هم یستغفرون، و سحرگاهان آمرزش میخواستند. و فی اموالهم حق للسائل والمحروم، و در اموالشان برای سائل و محروم حقی معین از صدقه و زکات بود. و فی الارض آیات للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون، در زمین و در وجود خودتان نشانه های قدرت الهی برای اهل یقین پدیدار است. آیا نمی بینید؟ و فی السماء رزقكم و ما توعدون، و رزق و روزیتان و آنچه از کیفر و پاداش و خیر و شر که به شما وعده داده می شود در آسمان است. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، پس سوگند به پروردگار آسمان و زمین که وعده قیامت و پاداش و عذاب همچون سخن گفتنتان حقیقی و قطعی است.
هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين ای پیامبر، آیا داستان میهمانان گرامی ابراهیم به تو رسیده است؟ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون چون بر او وارد شدند و سلام گفتند، او گفت سلام و زیر لب گفت گروهی ناشناسند. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين آنگاه نزد خانواده خود رفت و گوشت بریان گوساله‌ای فربه برای پذیرایی آورد. فقربه إليهم قال ألا تأكلون او غذا را نزد آنان گذاشت و چند لحظه بعد گفت آیا نمیخورید؟ فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم پس چون دست به غذا نزدند از آنان احساس ترس کرد. گفتند نترس، ما فرشته ایم، و او را به تولد پسری دانا بشارت دادند. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم همسرش با فریاد و شگفتی پیش آمد و در حالی که به صورت خود میزد گفت پیرزنی نازا فرزند میزاید؟ قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم فرشتگان گفتند پروردگارت این چنین فرموده است و بیگمان او حکیم داناست. قال فما خطبكم أيها المرسلون ابراهیم گفت ای فرستادگان الله، کار و مأموریت شما چیست؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين فرشتگان گفتند ما برای مجازات قومی مجرم و گناهکار فرستاده شده ایم. لنرسل عليهم حجارة من طين تا سنگهایی از گل سخت شده بر سرشان فرو باریم. مسومة عند ربك للمسرفين سنگهایی که نزد پروردگارت برای اسرافکاران نشان گذاشته شده است. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين پس مؤمنانی را که در آن شهرهای قوم لوط بودند پیش از نزول عذاب بیرون آوردیم. فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين ولی فقط یک خانواده را یافتیم که نسبت به اوامر الهی تسلیم بودند. وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم و در آن شهرها برای مردمی که از عذاب دردناک الهی ترس دارند نشانه ای روشن بر جای گذاشتیم. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين در داستان موسی نیز نشانه و عبرتی است، آنگاه که او را با دلیلی روشن نزد فرعون فرستادیم. فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون ولی فرعون با تکیه بر قدرتش حق را نپذیرفت و گفت این مرد یا جادوگر است یا دیوانه. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم او را همراه با سپاهیانش گرفتیم و به دریا افکندیم و هلاک کردیم، در حالی که در لحظه مرگ خود را به خاطر نافرمانی و کفرش سرزنش می کرد. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم در داستان قوم عاد نیز درس عبرتی است، آنگاه که تند بادی بی خیر و برکت بر آنان فرستادیم.
ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. تندبادی که به هر چه وزید خاک و خاشاکش کرد. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين. در داستان قوم ثمود نیز درس عبرتی است. آنگاه که توسط پیامبرشان صالح به آنان گفته شد اندکی از لذت‌های زندگی بهره‌مند شوید که تنها 3 روز فرصت دارید. فعتوا عن امر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. آنان از فرمان پروردگارشان سرپیچی کردند. پس در حالی که به چشم خود عذاب را می‌دیدند صاعقه آنان را فرا گرفت. فما استطاعوا من قیام وما كانوا منتصرین. چنان بر زمین افتادند که نه توان برخاستن و گریز داشتند و نه یارای دفاع. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقین. پیش از آن قوم نوح را که گروهی نافرمان بودند هلاک کردیم. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. ما آسمان را به توان خود بنا نهادیم و همواره آن را وسعت میبخشیم. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. و زمین را برای زندگی گستردیم و چه نیک گستراننده‌ای هستیم. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. و همه چیز را به صورت زوج آفریدیم باشد که توجه کنید و پند گیرید. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ای پیامبر به مردم بگو پس به سوی الله بشتابید که من از جانب او برای شما هشدار دهنده ای آشکارم. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. و در کنار الله معبود دیگری قرار ندهید که من از جانب او برای شما هشدار دهنده ای آشکارم. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. هر پیامبری که بر پیشینیانشان مبعوث شد همین گونه گفتند او یا جادوگر است یا دیوانه. أتواصوا به بل هم قوم طاغون. آیا یکدیگر را به این کفر و تکذیب سفارش کرده بودند؟ نه، بلکه مردمی سرکش بودند. فتول عنهم فما أنت بملوم. پس ای پیامبر از آنان روی بگردان که تو به خاطر کفر آنان هرگز سزاوار سرزنش نیستی. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. و پیوسته به آنان تذکر بده که قطعاً تذکر برای مؤمنان سود بخش است. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. و جن و انس را فقط برای این آفریده ام که مرا عبادت کنند و از بندگی دیگران سر باز زنند. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. نه از آنان روزی میخواهم نه اینکه مرا خوراک دهند. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. زیرا الله است که روزی رسان نیرومند و برقرار است. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون.
ستمکاران مشرک نیز همچون یاران گذشته خیش سهمی از عذاب دارند، پس به شتاب آن را از من نخواهند. فویل للذین كفروا من یومهم الذی یوعدون. پس وای بر کافران از عذاب روز موعودشان.